خدمتتون عرض بکنم که ایشون اون مردیه که یسنا رو پیدا کرد و خدمتتون بگم که یه پرواز خیلی خوب داشت تو این چند وقت. از صبح امروز تصویر تیکاف ایشون منتشر شد که از عزیزان در جمعیت هلال احمر هم هستن، از نیشابور. درسته؟ حال شما چطوره؟ زنده باشی. خیلی ممنون. سلامت باشی. یه توضیح خیلی کوتاه بگید چی شد؟ خواهش میکنم. من صبح زل شمالی رو یه اسکن کردم، چیزی نتونستم ببینم، پیدا نکردم و چون هوا تند شد فرود اومدم. برای بعد از اون زل جنوبی رو در نظر داشتم که ساعت 4:30 متکاف کردم. بعد از 40 دقیقه نزدیکتر شدم به محلی که گم شده بود و لای بوتهای علف، بوتهای گندم دیدمشون رو. خدا رو شکر خبر دادم و زنده پیدا شد. ان شاءالله که خدا خیرت بده. و اینکه خودت معرفی بکن. من هادی کاهانی هستم، مربی هنگلایده از نیشابور هست. از نیشابور. داوطلبان جمعیت هم هست. درسته؟ داوطلبان جمعیت جزء تجسس هوایی هلال احمر. ایشون هم همسرشون رو کمکشون کرده. آقا دست